سرکرداتیا گشتی انجمن نشیمانیا کرد سوریه ایرو دمجمر 11 نیورول بازار قامشلوی روجاوای کردستان جویا نوچگهان آرکیل بازار قامشلو را گهاند که سرکرداتیا انجمن نشیمانیا کرد سوریه نامه یک انجمن یاسدانانه یا رهبری خسریا دموکراتیک یا کانتون جزیره یا کوجالی پیاده و هنک حوالبند ویوا در روجاوای کردستان هاتیا را گهاندن ورگرتیه کود درباره خدمت لشکری یا نچار انکویا اجباری دایا نوچگهان آرکی هر وها را گهاند که جوینا سرکرداتیا انجمن نشیمانیا کرد سوریه و نامه گفتگو دکه و ایرو حلوستا خال سروی که بفرمی بده دزانین کو انجمن یاسدانان یا کانتون جزیره پروژه خدمت لشکری یا نچار آماده کریه و دروژن بیدا به گفتگو کرن نوچگهان آرکی هر وها دیار کر کو بریاره سرکرداتیا انجمن نشیمانیا کردی هر وها پیشاتین هری نو یه روشا داوی لکوبانه و جوینن هفپیمانیا نشیمانیا اپوزیسیون سوریه ین کو حتی صبح ایرو بردام کری گفتگو بکه کدوان جویناندا سی سرکردین انجمنه جبو پستن بلند هاتنه هل بجارتن کو یک جوان جگری سروک هفپیمانیه و هر دو کسین دنجی جبو دسته سیاسی هفپیمانیه هاتبون هل بجارتن تیزانین کو اول دمکه سرکرداتیا انجمن نشیمانیا کرد سوریه به بردامی دجوینا خویا دهداجی قدغه کرنا و گرا سکرتری پارتیا یکیتی کرد سوریه ابراهیم برو جبو روجاوای کردستان شرمزار کربو سرکرداتیا گشتی انجمن نشیمانیا کرد سوریه د داخلیونه کی دا قدغه کرنا و گرا ابراهیم برو جبو روجاوای کردستان شرمزار کر او گوت افکارن وهانا کوکین نابر هر دو انجمن کردی دا روجاوای کردستان زیاتر دکه هجای گوتنیا کو دما و گرا سکرتری پارتیا یکیتی کرد سوریه دروجا هفته و مهدا جبو روجاوای کردستان هیزن اسایش کانتون جزیره یا بسر پیاده و ریلی گرتن و نهشتن او و گرا روجاوای کردستان